قاضی مرو یک دختری زیبا داشت. میگه این دختری زیبا بسیار طلبگار داشت. پادشاه بچه ها و امیر بچه ها بسیار به خواستگاری آمده بودند، اما قاضی راضی نمیشد. عجب چنین بود که قاضی میگه یک باغی انار داشت. در این باغ انارش یک خدمتگزار داشت، یک مردیکار داشت. میگه اون مردیکار در اینجا کار میکرد. نام مردیکار مبارک بود برادر عزیز. در اینجا به کار و فعالیت مشغول بود. یک روز مهمان واقع شد در قاضی. قاضی طرفش گفت که انار شیرین بیار. انار آورد ترش بده. باز گفت شیرین بیار. با آورد با ترش بده. بعد نکوهیشش کرد، سرزنیشش کرد. گفت نخواه تو چندین سال در همی باغ من زندگی بکنی، همینجا پرورش بکنی، ندونی که اناری شیرین کدامه، اناری ترش کدامه. گفت که قاضی مسلمانان، قسم به خدا من یگان بار در همین قصال یگان اناری شما را چشیدگی هم نیستم. یگان بارم نمیدونم که کدام اناری شما شیرینه. با وجوده که همه را من تربیه میکنم، من مقصد میچینم، جا به جا میکنم، لیکن با وجود همه هم من نمیدونم که اینها شیرینن یا ترشن، زیرا که باری هم نچشیدم. ما و شما در یک باغ زندگی بریم، اگر کار بکنیم باغ خراب میکنیم برادر عزیز. بگایی کشید هر یک از دکونی سطلش چند تایی خشه نپرسیده صاحبی باغ هم بار میکنه رفتن میگیره. یک دتاش غلطیدگی، اگر خودش غلطونده او دتاش غلطیدگی نیست. وقتی معاش تا میگیری، وقتی راضی شدی به یک معاشی معین، چرا ای پیش خودت یک چیزی زیادتی میگیری؟ بسیاری های هستن که در کارخانجات ها کار میکنن برادر عزیز. میده میده بنزینی کارخونه را میدزدن میفروشند، سلرکه کارخونه را میدزدن میفروشند. با همه وقت میگن که ما همین مهنت حلال کدگی زندگی کدگی. بظاهر مهنت حلال هسته برادر عزیز، اما در داخل این مهنت حلال هزاران هزار حیله و نیرنگ ها خوابیدگی هست. مردی مسلمان برادر عزیز به خاطر که صالح باشه باید این چیزها را اهمیت بده. اکنون قاضی حیران شد که چی فهم شخصیتی هسته که در این قدر سالهایی که به ما خدمت کرده یک بارم یک دونه انار را نچشیده بوده. خوب آدمی خدا ترس و تقوا بوده. اکنون شب شد، همسر قاضی طرفش گفت که آخی دختر کلان شده ایستاده، خواستگارا بسیار آمده ایستاده، شما یگان کس هسته در نظر داره نداره که آخیر همه را نگفته ایستاده؟ این چی خبره؟ گفتن شکایت پیش آوردم. میگه قاضی گفتن که من برای دخترم یک جفتی مناسب یافتگی هستم، به هر جفتی مناسب یافتگی هستم. گفت ای کی باشه او جفتی مناسب؟ گفت همون جفتی مناسب همون مردیکار ما مبارک هست. گویا که در سر زن یک که چپه میشه برادر عزیز. وقتی چنین باشه دختری که خواستگاری او پادشاه بچه ها هسته، او را میبرانند در یک مردیکار میتین. چرا؟ آبروی مردیکار را چی بلند میکنه؟ صلاح، صالح بدن. این در دنیا های برادر عزیز. در قیامت ای هزاران پادشاه ها اهل صلاح بالاترند برادر عزیز. برای همین اهمیت بتیه این چیزها را. میگن وقتی دختر به نکاح دادن به مبارک، از بین چقدر وقتها میگذره. عروس خونه پدرش میه، یک شب زن قاضی طرف شکایت میکنه که این مرد این اکی یک ماه میگذره این دختر دادیمش تماما طرف دختر نزدیک نشده، این چی خبر باشه؟ این قاضی هم تشویش میشود. مبارک فریاد میکنه، یک طرف میبره داماد میپرسه، گفت چی خبره؟ همه خیلی گپ زده ایستادین. یک جواب داد که در سر قاضی که چپه شد برادر عزیز. گفت که میبخشه، گفت جناب قاضی شما قاضی گفته در این مملکت قطعی ای بو ای میشینه و میخیزه،
این دختر وقتی شما تربیه کردگی هسته من میترسم که ایگان جای ناخوب و شبهه و شک برای این طعام آورده باشه و خورده باشه در این بین اگر ما با هم جمع شویم از ما فرزند شوه ای حساب همون لقمه ناخوب و ناخوشه که شما برای ای دادگی باشه فرزند ما صالح به دنیا نمیاد. با اون محنت حلال خودم 40 روز همین دختر را تغذیه کنم تا که حلال و پاک و پاکیزه شوه. پس از آن ما با هم جمع بیاییم تا که از ما فرزند صالح به دنیا بیاید. در حقیقت در نظر ما افسونه میتونه این چیزها میگیم این خیلی کار بوده ای، لیکن برادرای عزیز کارهای بسیار نازک اندک هستند که در حیات ما و شما تأثیری بزرگ دارند. اونها به حد تأثیری بزرگ دارند. از دامان این نوجوان برادرای عزیز شخصیت به دنیا اومدگی هسته که جهان اسلام با او فخر میکند. حضرت عبدالله ابن مبارک پسر مبارک روز این حضرت میگن حیاتش به 3 قسم تقسیم کرده بود. در حیاتش به 3 قسم حضرت سفیان ثوری به همون بزرگی که داشت امیرالمؤمنین فی الحدیث بود برادرای عزیز گفت خواستم که 1 هفته رنگ عبدالله ابن مبارک زندگی کنم نتونستم. گفت این شخص به حد صالحه گفتن حتی 3 روز خواستم مانند او زندگی کنم نتونستم. گفت بسیار جوان مرد خدا ترس با تقوا و صالح بود برادر عزیز. زندگیش به 3 تقسیم کرده بود. 4 ماه برادر عزیز میگه تجارت میکرد، 4 ماه درس میداد و 4 ماه در راه خدا میرفت با دشمنان خدا میجنگید. برادر عزیز سرحدای مسلمانان را از دشمنان اسلام پاک و پاکیزه میکرد. برادر عزیز اکنون نوبتی درستیش که شده این دفع شهر بغداد انتخاب کرده که باید بروه 4 ماه در بغداد درس بتیه. او زمان پادشاه خلیفه هارون الرشید هسته. هارون الرشید یک همسر داره به نام زبیده. دویده کده میآید طرفش میگه که درک داری یا نداری؟ میگه چیره؟ میگه در بغداد هیچ کس نموند، همه برفتن در همین قصر هم که من تیم دیگه هیچ کس نیست. همون عسکرایی که در خطبونی میکردن برفتن. گفت کجا رفتن؟ گفت میگن که یک عالم از طرف مشرق اومده ایستاده، از مرو اومده ایستاده عبدالله ابن مبارک میگفتن همه پیشواز رفتن، همه بغداد برومد برفت. خودت میفهمی؟ گفت در همین قصر هر دیما موندیم دیگه هیچ کس نیست. اوقات پزو هم برفتن، گفت اسبونان هم برفتن، گفت همه برفت، گفت عسکرا هم برفتن، هیچ کس نموند، همه پیشواز رفتن. میگه همسرش طرفی پادشاه یک گپی عجیب گفت. میگه گفت که ای شاه، گفت ای پادشاه، ای هارون الرشید، گفت در حقیقت او پادشاه او بوده. گفت چرا؟ گفت وقتی خودت میخواهی یا برومد کنی یگان گپ گوزنی این عسکرات مردم به تیاق میزنن جمع میکنن، اگر این گپ تا هیچ که گوش نمیکنه. در مسجد میگوی بروم گپ زنم مردم سلام میتن میروند، گفت گپ تا گوش نمیکنن. لیکن هیچ کس این مجبور نکرده، همه این مردم ایدمش به اختیار خودشون دویده رفته ایستاده. این جلب شدن و جذب شدن عطای الله های برادر عزیز، عطای الله های. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی را که الله تعالی که دوست بداره حضرت جبرائیل علیه السلام به نزد خودش حاضر میکنه، میگه ای جبرائیل، ای سروری فرشتگان، بدان که من فلان بنده ام پسر فلان شخصه، همون بنده را نامش میگیره، دوست میدارم، تو نیز او را دوست بدار. حضرت جبرائیل علیه السلام در همه آسمان ها فرشته ها را میگه که ای فرشتگان خدا، الله من به نزد خودش حاضر کرد و اعلان کرد که فلانی را دوست میداره تا که من او را دوست بدارم. همچنین من او را دوست میدارم، الله دوست میداره، شما نیز فرشتگان خدا او را دوست بداره.
پیامبر بزرگوار گفتن پس از این محبتی او در زمین پهن می شود، در دل مردم جا می شود، مردم به سوی او جذب می شوند. عطای الله برادر عزیز. ما بخواهیم که چنین فرزند داشته باشیم، اول خودمان هم مقصد صالح کنیم، بعد از اون فرزند همسری صالحه از الان چیکار بکنیم، انتخاب بکنیم برای خدمت. در عصر ما عیبم شوه برادر عزیز، امروز ما و شما فقط همسری ثروتمند انتخاب میکنیم. ما میگیم خونه داشته باشه، انا میگیم خونه و در داشته باشه، ای خودش انمون میشوه میگیم. با صلاح و خوبی او کار نداریم ما و شما. پس از این برادران عزیز از الله دعا کردن در کار هسته که برای ما و شما فرزندی صالح عطا بفرماید. حضرت زکریا علیه السلام دعا میکند رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. پروردگارا برای من فرزندی پاکیزه عطا بفرما، تو شنونده دعاها هستی. یکی از بزرگان قصه میکند، میگوید یک دوست داشتم که فرزنددار نمیشد، پس یک فهمیده که یک جای بده که در اونجا دعا قبول میشده بده، مکانی خوبه بده است برای قبول دعا. پس همونجا میروه و پروردگارا برای من فرزندی پسر عطا بفرما، هر چیزی که داشته باشم غیر یک جاگه خوابی خودم وزنم، همشه در راه خودت به فقیرا چیکار میکنم؟ صدقه میکنم. گفت پس از این الله دعاش قبول کرد، صاحبی بچه شد. ما گفت در سفر برآمدیم، پس از سالهای طولانی برگشتیم، خواستیم دوستی خودمون ببینیم، گفتن دوستی شما در زندان قاضی محکمه، گفتن حبس شدگی. سبب چی هست؟ همون فرزنده که به هزار راز و نیاز طلب کرده بود و همون فرزنده که خواسته بود، همون بچه کلان شد، با اوباشا را همراه شد، فلانی را به قتل رساند و گریخت، پدرش بردن حبس کردن که تا بچه نیاید جواب نمیتی. خطاگی در اینجا هسته که خدا بچم بته گفت اما بچه ای صالح ای خاطرش برآمد. برادر عزیز دختری صالحه ای خاطرش برآمد. چنین گفتن در کار نیست. ولی بعضی ما و شما عادت داریم بینیم که یگان ثروتمند بسیار بخیلی میکنه، بسیار ای حد میگذرونه و میگیم اگر من رنگ همی بای باشم خیلی نمیکنه. ما خطا میکنیم در این سخن برادر عزیز. ما ای او دا بد میکنیم. انسان اگر به خودش گذاشته شوه او یگان کار ای دستش خیر نمیآید. برای همین رسول صلی الله علیه وسلم فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین، خدایا به مقدار یک چشمک زدنم من به حال خودم نگذار، یاردمم بکن، دستم بگیر، هدایتم بکن که من نمیتونم به مقدار یک چشمک زدن خودم چیکار بکنم، در راه راست ببرم و هدایت بکنم. هدایت از جانب الله برادر عزیز. همیشه ما و شما به زاری و تضرع و دعا در درگاه او به یگان تنفس محتاجیم برادر عزیز، به یگان تنفس محتاجیم. برای این وقتی طلب میکنیم بگیم الله برای ما فرزندی صالح و صالحه عنایت بفرما. اگر دختر عطا میفرمایی صالحش بکن، پسر عطا میفرمایی او را صالح بکن. این دعا هست ای برادر عزیز. پس از اینکه فرزند در بطن مادر به وجود می آید برادر عزیز، می بایست که ما و شما و فرزند چیکار بکنیم؟ مادرش به حلال ها تغذیه بکنیم، او را براهای دینی و ایمانی تربیه بکنیم تا که فرزندی در بطن او بوده نیز صالح و صالحه به دنیا بیاید. اکنون فرزند به دنیا بیاید برادر عزیز ارجمند،
مریم علیه السلام به دنیا اومد، مادری او چی گفت؟ اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. پروردگارا من این دخترک و فرزندانی که از این به دنیا می آیند اونها را در پناه خودت می سپارم، اونها را از شر شیطان رجیم نگهبان داشت. مگر ما بار در حق فرزندامون داره میکرده باشیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نبیره زیبای خودشون حضرت امام حسن امام حسین دعای تعویض میکردن: اعیذکما بکلمات الله التامه من کل شیطان وهمه و من کل عین لامه. من هر دی شما را در پناه پروردگارم می سپارم، باز سخنهای زیبای او می سپارم شما را، از همه شیطانها و از همه حشراتهای ضرر رسان و از همه چشمهای زخمی چشمی که چشم میکنه انسان و به بیمارش میسازن، از چند چیزی ضررناک. حتی میگفتن که حضرت هارون علیه السلام دو تا بچه داشتن، شبر و شبیر، که به لهجه اونها نیز به لهجه مردمی عبرانی شبر و شبیر حسن و حسین میشدن. حضرت هارون علیه السلام پیغمبری بزرگوار بدن، فرزنداشون به همین دعا در پناه الله می سپاریدن. هر سحر ای خواب بخیزیم بامداد بخونیم، باری هم فرزندامون در پناه الله بسپاریم. برادر عزیز، بگیم ای الله فرزنده که در ما عطا فرمودی به ذات یگانت می سپاریمش. چرا؟ بزرگا میگن اگر به شرط یک فرزنده در شکم مادرش الله تعالی در اختیاری همه طبیبای جهان بتیه، دقیقا نمیکشه که او میمره، اما او خودش او را تربیه میکنه. برادر عزیز، همه ایها را الله خودش تربیه میکنه برای ما و شما را، لیکن بنده لازم هسته که از او پروردگاری توانا طلب بکنه و فرزنداش در پناه او بسپاره. و یکی از وظیفه هامش که نباید، اینی سمیتها مریم، من یک دخترک مریم نام کردم. قرآن کریم گفته ایستاده. برادر عزیز، حضرت یحیی را یحیی نام میکنه الله ذوالجلال و الاکرام. ببینه پیغمبر بزرگوارمون صلی الله علیه و سلم هر کسی که فرزنددار میشد میگوید در حضور حضرت پیغمبر بزرگوار اون کسا نام میگذاشت. برادرها، ما و شما ای پیش خودمون هر چیزی که ای دهنمون ببرایه نام ها میگذاریم در فرزندامون. روز قیامت برادر عزیز انسان به نام و نام پدرش خوانده به نزد الله در پیشگاه الله ذوالجلال و الاکرام دعوت کرده می شود تا که تمام حیات خودش حساباتش در نزد الله بتیه. در همون صورت برادر عزیز یکمین ضربه سختی ناگواری که انسان میخوره همین هسته که وقتی نامش میگیرن شرمنده میشود. در همونجا یک نامی بی‌زیبی ناخوبی ناخوش برای او گذاشته شدگی هسته. وای به حالی پدرم میگه که این نام ای کجا یافته برای ما مونده.